لایحه استراتژی رشد استوار غذایی مکتبی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2027 در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه وخش که آشخانه‌های نزدی مکتبی دارند و بهره‌ور از برنامه مواد آذوقه میباشند عملی گشته سالهای آخر سطح و صفت خدمت‌رسانی خوبتر و بهتر می‌گردد. در ناحیه وخش از شماره 41 عدد مؤسسه‌های تعلیمی 4 عددش به طور پیلوتی فعالیت می‌نماید. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 24 برای پرورش زراعت‌های کشاورزی و برای استحصال محصولات تر و تازه گرمخانه موجود است. در گرمخانه عین زمان محصولات تر و تازه پرورش یافته هر روز در خوراک‌های خوانندگان علاوه می‌گردد. پس از 35 نفر خواننده با خوراک نصف روزی تامین بوده از ساعت 9:35 تا ساعت 14:03 کدبانه‌ها به طالب علمان صنف‌های ابتدایی خوراک گرم تیار می‌نمایند. کدبانه‌های هنرمند زلفیه نوروز و گلبهار غایب و زمردی شربت و اصوب صادق تا ساعت 17 به تیار نمودن خوراک و نان مشغول می‌شوند و کوشش می‌کنند که آموزگاران و خوانندگان از خدمت هر روزه‌شان قناعتمند باشند. سال 2010 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 به فعالیت آغاز نمود و در یک مورد در داخل مؤسسه آشخانه با تمام تجهیزات و دیگر دستگاه‌ها مورد استفاده قرار داده شده است. پیچ‌های نانپزی و خوراکپزی، میز و کرسی برای آموزگاران و طالب علمان تامین گردیده. کدبانه‌ها وظیفه دارند که به وضع سانیتری آشخانه اهمیت مخصوص دهند. متصدی خوراک در نزد شعبه معارف ناحیه وخش نعمت الله زردیف ضمن صحبت ابراز داشتند که دستگیری کمیته پدر و مادران برای غذای علاوگی طالب علمان نظررس باشد. 4 روز هفته خوراک‌های خوانندگان از جانب برنامه مواد آذوقه بوده. روزهای جمعه باشد باید پدر و مادران خوانندگان سهم گذاری نمایند. این عمل خیر در قسمتی از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی ناحیه وخش با تشبث کمیته پدر و مادران عملی گشته ایستاده است. این موضوع با واسطه پدر و مادران قسمی موادهای علاوگی خوراک که از قبیل کارتوشکا، پیاز، کرم، سبزی و دیگر نمودهای سبزیجات‌ها از طرف پدر و مادران دستگیری کرده می‌شوند و اینچنین همه رهبران مؤسسه‌های تعلیمی وظیفه‌دار کرده شدند که در زمین‌های نزد حوالگی بهره غنی گرداندن همون غذای مکتبی چاره‌های ضروری اندیشیده در زمین‌های نزد حوالگی مقطع‌ها هم وقت کشتی سه وقتینه تکراری پیدا کرده شدند. چنانچه مشاهده گردید آن مؤسسه‌های تعلیمی که به طور پیلوتی فعالیت می‌نمایند نسبت به دیگر مؤسسه‌های تعلیمی شرایط خوب داشته کدبانه‌ها از امکانات‌های جا داشته وسیع استفاده نموده خوراک‌های گرم و بالذت را پیشنهاد طالب علمان می‌نمایند. شرایط آشخانه‌ها نسبت به سالهای قبلی در نتیجه کارهای عموم‌فهمانی، سنجش‌های نظارتی و موادهای تلویزیونی قدر بهتر گشته، کمبودی‌های جای داشته حل خود را پیدا می‌سازند. در یک قسمت مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه علاقه با طریق حشر آشخانه‌ها ساخته شده‌اند. آن به نزدیکی در مکتب رقم 80 ناحیه آن با دستگیری کمیته پدر و مادر هم آشخانه هم انبار ساخته به استفاده میشه. سبب سال به سال زیاد شدن تعداد خوانندگان به نظر میرسد که آشخانه‌ها علاقه از بین رفته شده است چون همه به صنفخانه‌ها مبادله گشته است. حاضر با دستگیری کمیته پدر و مادران در اکثریت مؤسسه‌های تعلیمی ساختمان صنفخانه‌ها به نقشه گرفته شده است و برای خوش صفت گرداندن و غنی گرداندن یعنی خوراک امروزی کودکان تمام چاره‌های ضروری می‌باشد. برای از نوسازی آشخانه‌های زمانوی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی رابطه پدر و مادر باید قوی باشد و در یک مورد مسئولین دخلدار نسبت شرایط بهتر فراهم نمودن در آشخانه‌های نزد مکتبی باید چاره اندیشی نمایند تا اینکه خوانندگان از شرایط خوب و به طلبات سانیتری جوابگو استفاده نمایند.